سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام یکی از محله‌های قدیمی شهر رشت که بافت تاریخی داره رو با هم دیگه ببینیم. اینجا پیرسراست، جایی که از سبز میدون شروع میشه و انتهاش خیابون سردار جنگله. از کوچه پس کوچه های این خیابون به بیستون و لاکانی راه داره. اگه دنبال وسیله‌های سنتی هستید حتما یه سر به پیرسرا بزنید. مشتاق بیا کنه ماشین دارو میزنه. یعنی این ساعت پر تردد ترین ساعته. بریم. این منم این مشتم. شاید تا موقع کچل شدی این شدی نه؟ شاید تا موقع کچل شدی این میتونی هم نه این اصلا نمیدونم باشه. چرا؟ قشنگه که آخه برنج تو دستش خونه هاشو نگاه کن چه کوچولوه. نه تونه نه؟ آره اینم جاشم. بیاد نمکیار بگیرم. آخه چقدر کوچولوه، خیلی کوچیکه. اینا خیلی خوبه، سبدهای حسیری. اینا همون سفره چیز دیگه تو داخل رستوران روی میزا گذاشته. خسته نباشی. یه دونه اینو میخوام بگیرم. اینو همینجا فقط دارین یه دونه است اینا؟ نه منظورم اینه که اگه بخوام باید از همینجا بردارم. خب یه دونه این حس میکنم انگار چستره نه؟ اون رنگش روشن‌تره به خاطر اینکه اون بافتش تازه است. سبزی. این بافتش تازه است. بعد خودش هم کرم میشه. چه جالب. بعدم نمونه وقتی موبیلم میاد فیلم بگیره. خریدام هم انجام میدن دیگه. خب این قشنگ بود دیگه. اونا هم جالب هنه ولی خب خیلی بزرگه. خب مناسب جان چیچه منم میبری خوده چیه؟ وای اصلا اونو ندیدم. میخوای از اون یه دونه فیلم بگیر. پیشی سلام. مزاحم خوابش شدیم. تختی داره پره همین رنگاش هم داره. یا تو نکن. وای نه اون اصلا کار نه، اصلا به تو هیچ کار نه. از اون بر یواش میره.
این گردنبنده رو بیا بگیر چه خوشگل. کاکتوسه گرد پس درش هم قشنگ. چیز انتخاب کردی؟ آره یه دونه از این خوشم اومد، یکی که گرفتم، یکی این با یکی هم کدوم بود یادم رفت، یکی هم این مدلی میخوام. اون تم چند تا هست و من نگاه کنم. آره یه دونه اینو میخواستم، تم فکر کنم بازم باشه، نه چون من اندازه 5 تا میخوام. یکم اینو میخواستم. آدم یه رستوران این شکلی داشته باشه ولی خب این روز سر آدم خراب بشه. چه قشنگه. اینجا پیرسراست، یه محله خیلی قدیمی که بین رودخونه زرچوب و گوهررود بنا شده و قدمتش برای دوران ساسانیه. دوران قاجار هم یه عده فومنی اینجا مهاجرت کردن و زندگی کردن و یه مرد پیر و خیلی دانا اینجا زندگی میکرد، به خاطر همین اسمش رو گذاشتن آقا پیرسرا. یعنی اینجا از هر وسیله‌ای که بخواید میتونید پیدا کنید. وسیله روی دیوار خوشگلش رو ببین چقدر کوچولوئن. این مغازه خیلی قدیمیه. این محله تو قدیما هنرمندان چوب و خراطا فعالیت میکردن که امروز خیلی محدود شده، ولی الان این پیرسرا به یه مرکز مهم تولید فروش صنایع دستی تبدیل شده، مثل حصیر یا وسیله‌های سفالی که الان بهتون نشون دادیم و حتی کارهای چوبی. گلدونه چقدر خوشگله بچه‌ها. این هم وسیله های عتیقه. این نوار بود دیگه نه؟ وسط تلفنشه قدیمی. آخه چقدر ظرف و ظروفای قدیمی داخلش داره. این ساعتشه ببین. خیلی هم عالی. اینم از ولاگ پیرسرا که خودم خیلی لذت بردم. امیدوارم که شما هم مثل من لذتشو برده باشید و مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگای بعدی، خدا نگهدار.